آقا یکی از عجیب ترین اسکناس هایی که توی ایران چاپ شده اینه که اصلا هم هست، حالا سایزش هم ببینید 1000 تومانی رضا شاهه و حالا نکتهش اینه که شمارم نداره، نشون دهنده اینه که این پول تستی و آزمایشی چاپ شده. اینا اصلا مهم نیست. اینجا نوشته 100 پهلوی و این یعنی چه؟ یعنی این پول رو هر وقت ببری بانک ارزش 100 تا سکه پهلوی داشته، یعنی بانک 100 تا سکه پهلوی بهت میده. بعد نکته تورم چقدر ثابت بوده از روزی که این پول چاپ شده تا حالا هر روزی که مصرف می شده این پول 100 پهلوی قیمت داشته، یعنی نه کمتر نه بیشتر. و حالا باز نکته جذاب ترش برام اینه که حالا عکس علی قاپورا روی این ارزشمند ترین پولی که 1000 تومانی رضا شاه چاپ شده زده و پشتش چقدر شکیل و زیبا 33 پوله زده. و حالا برگردیم دوباره این قسمت اینه که به شرکت امریکایی گویا اینا برای ایرانی زده و از این طرف هم طرح رد شده و زده کنسلی که طرحو کنسل کردن و کماکان جذابیتش برای من این 100 پهلوی است. میشه اینقدر یکی اعتماد داشته باشه یا آقا این پوله که چاپ کردم شما هر وقت خواستی یه 100 تا سکه پهلوی بگی. این پولم $40,000 قیمتشه، به خاطر فوق العاده منحصر به فرد بودنش نزدیک 2.5 میلیارد تومان. این اسکناس که دست من اگه باقی شده